یک عزیز خدا میگه بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن آخه چون اینقدر گریه میکنی؟ تو باقی در وقتی تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ از ترس گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است که من بندم پشیمان شه و از توبه کنه من گناهشو میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خود عذاب میدی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارد، لیکن شرمندگی این که من در بالای اون زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبیند اگر او برو به خدا میگی در مرافعی زودی و اینطور که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه در گذری، زان شهر که دیدم که چی کردی، چی کردم، زان شهر که دیدی که چی کردم. آره میدم تو گناه میگذری، لیکن آخر او حالت تو من دیده بودی. مانند یک آدم با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی. هم تو هست خجالت میشویم. 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. مگر با خدا چطور کنه بشکن؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفنا رو برآورد، خداوند الهی فقیر کند، سخت‌ترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبخت صحبت دارن. از خانه‌اش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. پیش طرف داری کامونیستان یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میاد یک جای بجایی با او میخوردن. امروز دیگر نه شرم است نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شب مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم تو بشین باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقان گفتم که بیایید این بحر هم برای فرو میبرد. خداوند هست تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرن. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر شدن که دوشنبه نگاه کن، خدای قادر است ورزا به جمع میکنه یه باره سرش میدیه، نه دوشنبه میمونده نه دیگر جا. دادر عزیز، من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگی یا به خاطر شرم داشتگی عصبی شدی. خدا خواهد صبر کن ثواب میگیری. برای تو انشاءالله زن بسیار است، وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میرودی. اما وای به این جوان و وای به این همسر.